سلام به همه دوستان عزیز. به کانال آشپزی بی‌مرز خوش آمدید. امروز با یک دستورالعمل خوشمزه و جذاب در خدمت شما هستم. قرار یک شیرینی برازیلی و خوشمزه براتون درست کنیم به اسم پودین. پودین با طعم شیرین و کاراملی و بافت نرم و لطیفش یک انتخاب عالی برای دسر در مهمانی‌ها و جمع‌های دوستانه هست. اگر دوست دارید طعم این دسر خوشمزه را تجربه کنید، حتما این دستور را امتحان کنید و از آن لذت ببرید. پس با ما همراه باشید و از این ویدیو لذت ببرید. مواد لازم برای تهیه کردن پودین: 3 عدد تخم، 200 گرم شکر و یا 2 لیوان شکر، 590 گرم شیر و یا نیم کیلو شیر، 395 گرم شیر عسلی و یا شیر تغلیظ شده. در قدم نخست برای آماده کردن پودین، کارامل را آماده می کنیم و برای ساختن کارامل 2 لیوان شکر را روی تابه می ریزیم و آن را در حرارت ملایم قرار می دیم. شکر را به هم می زنیم تا کاملا آب بشه. اینقدر می زنیمش که آب بشه و به رنگ طلایی در بیاد. ببینید چی رنگی رو به خود گرفته، رنگ طلایی. هنوز هم به هم میزنیم تا که کاملا آب بشه شکرایی که توی اون باقی مونده. خب وقتی که شکرمون آب شد، اینجا آب ملایم و یا آبی که نه آنقدر گرم و نه آنقدر سرد هست رو بالاش اضافه میکنیم و ببینید که چی شکلی رو به خود میگیره. هنوز هم به هم میزنیم تا که کاملا با هم مخلوط بشن و آب بشن. و اگر لیمو داشتید میتونید توی کاراملتون استفاده کنید، چون لیمو یه طعم خاصی رو به کارامل میده و اگه نبود و یا نخواستید اضافه کنید مشکلی نداره. در نخست تخم و شیر تغلیظ شده را با هم مخلوط میکنیم به مدت 2 دقیقه. و در قدم بعدی شیر سفید را روی موادمان علاوه میکنیم و میذاریم در حدود 2 الی 4 دقیقه با هم دیگر مخلوط بشن. خب بعد از مخلوط همه مواد وقتش هست تا مواد را در یک ظرف بریزیم. من از اینجور ظرف استفاده می کنم، اما اگه شما یه ظرف مختلفی دارید که توی داش بیزارید مشکلی نداره. و فراموش نکنید قالب پودین را داخل یک ظرف بزرگتر قرار بدید و تا نیمه قالب آب جوش بریزید. حالا کارامل را داخل قالب پودین می ریزیم و سطح قالب را با کارامل می پوشانیم. و قدم بعدی مخلوط پودین رو داخل قالبی که کارامل را ریختید بریزید. و در قدم اخیر موادمون که روی قالب گذاشتیم را با یک فیول آلومینیوم میپوشانیم و توی قالبی که روش آب وجود داره میذاریم. حالا ظرف را داخل فرن اسپیج گرم شده با دمای 180 درجه سانتیگراد قرار بدید و به مدت 1 ساعت بپزید.
حالا وقتشه که پودین رو از قالب خارج کنیم. با یک چاقوی تیز دور تا دور قالب رو جدا کنید و سپس قالب رو روی یک ظرف بزرگ برگردانید. واو! پودین خوشمزه ما آماده است. این دسر خوشمزه برازیلی را با خانواده و دوستانتون میل کنید. ممنون که با ما همراه بودید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید، به کانال ما رو سابسکرایب کنید. نظراتتون رو هم با ما به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.